روز ریپابلیک دی هستش که توی ارمنستان اونجایی حساب میشه و رژه نظامی میخوان برن و مردمی که چون در واقع به حکومت کشور خودشون علاقه دارن امروز اومدن برای تماشای رژه، برخلاف کشور ما توی ایران که ما کلا فراری هستیم از مسائل نظامی و اون حکومتی که برامون اجرا میشه. اینجا مردم استقبال میکنن، خیلی ملی‌گرا هستن، خیلی چون دولت خوبی دارن. حالا اگه دولتشون خیلی ایدئال هم نباشه، در کل میشه بهش گفت که دولتی هستش که به کشورشون به مردمشون اهمیت میده و سعی میکنه که کشورشون رو بسازه، برخلاف حالا حکومت ما اینجا توی جمهوری هستیم ریپابلیک که پشت سر من موزه ملی کشور ارمنستان هستش با فواره‌های آب تابستون میشه بهش اشاره کرد که به صورت حالا رقص آب و اینا خیلی اجرا میشه با آهنگ و یه نمای خوبی داره. حالا چیزی که در موردش هستش این برم داره رژه برگزار میشه که من میتونم بهتون نشون بدم و جمعیتی که اومدن برای دیدن این در واقع رژه و با چیزایی که هستش و در واقع جمعیتی که برای تماشا اومدن. تماشا میکنن و امروز گفتم دیگه روز ریپابلیک یا روز جمهوری ما همچنان که سرسش اومدیم ساندویچ سردم گرفتیم که دیگه خیلی گوشتمون بخوریم. واقعا فضای خیلی جالب و مهیجیه. تفاوتی که تصویر می‌بینید امروزه جنگ‌ها به صورت بیشتر الکترونیک و به صورت در واقع هوش مصنوعی و به صورت پهپادی هستش که دیگه نیاز نیستش که آدم‌ها جونشون رو به خطر بندازن. Господи, дай Бог, чтобы они никогда не пригодились. Пусть будет мир всегда над Арменией и над всей Арменией. Тузик, ноги. Куда ты? Косточку дам. Тузик. Стал Тузик, замер. Это что за система Нитель? Это что за Тузик? Ладно. Оп. На базу вернулся Тузик. خب یه روز خیلی شلوغ و مراسمی که برای روز ارتش یا حالا روزای رژه ارتش دارن برگزار میکنن. پشت سر من فکر کنم پهپادهای شاهد ما هستش که اومدن از طرف ایران کمک کنن. حالا خودشون هم نیاز به کمک دارن ولی خب حالا اومدن اینجا. ولی در کل چیزی که هستش فضای جالبی خیلی شلوغه و خیلی جمعیت خیلی زیادی اومدن و در کل مردم استقبالشون خیلی خوب بوده اینجا. البته من توی مراسم حکومتی که داخل ایران برگزار شده حالا شرکت نکردم ببینم چه شکلیه، ولی خب بیشتر اون خودیاشون میان و اینجا اکثریت مردم اومدن و به جز مردم توریست‌ها هم شرکت کردن. یه چیز خیلی خوبی که دارن اینه که خیلی راحت تو میتونی فیلم برداری کنی و مشکلی با فیلم برداری ندارن و در کل مردم خیلی با فرهنگی دارن، هرچند با دوربین خودشون مشکل دارن. یعنی شخصا رو خود ارمنی‌ها بخوای چیز بگیری دوربین بگیری یه خورده مشکل دارن و جمعیت هم که همچنان میبینین دیگه ماشاءالله چقدر شلوغ و چیزه. مرسی که با من هستین.
空军来了。飞机。这边有蓝星的，战斗机。اینجا هم در واقع حالا اینجا هم سردر یا تالار ورودی موزه شهره که پشت سر من قرار داره و بیشتر کسایی که حالا میان در من تاریخ و شرایط حالا تاریخچه عمل اینا اینجا در واقع به صورت مجسمه و حالا اسنادی هستش که مربوط به این شهر و شهر ایروان و تاریخش هستش. مرسی.